برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، برنامه تحلیلی دیدگاه است و امروز در برنامه من شوکت محمد درباره وضعیت در مرز تاجیکستان با افغانستان و وضعیت خود افغانستان و پیشرفت‌های طالبان صحبت می‌کنم. بار اول در تاریخ بیش از 30 ساله جنگ‌هایش در افغانستان، طالبان نه تنها بیشتر ناحیه‌های هم‌مرز با تاجیکستان بلکه دو گذرگاه مهم تجاری و گمرکی بین دو کشور را به دست گرفت. حالا سلاح به دستان طالبان در پل ارتباطی شیرخان بندر و پنج پایان گشت و گذار دارند و ظاهراً به زودی گمرکیان آنها بارهای انتقالی بین دو کشور را نظارت خواهند کرد. پس از جنگی 20 ساله با طالبان، ناتو قدرتمندترین بلاک نظامی جهان افغانستان را ترک می کند و ارتش این کشور را در مقابل قدرتمندترین گروه نظامی اسلامی تنها می‌گذارد. هنوز پای نظامیان ناتو از افغانستان کنده نشده، طالبان با سرعت تمام ولسوالی‌های بیشتر را ضبط و پرچمشان را در مرکزهای آنها نصب می‌کنند. سر از قدرت‌های منطقوی تا قدرت‌های جهانی وارد گفتگو با طالبان شدند. گروهی که در بیشتر این کشورها هنوز در روی خط گروه‌های تروریستی قرار دارد. ظاهراً تاریخ منطقه رقم می‌خورد و مرحله بعد سپتامبر سال 2001 به مرحله بعد سپتامبر سال 2021 یا حتی بعد تابستان 2021 عوض می‌شود. به نظر می‌رسد با فرق از 25 سال قبل که تسلط طالبان بر قلمرو افغانستان همه جهان را نگران کرده بود، بازگشت دوباره آنها به قدرت دیگر کسی را نگران نمی کند. حتی تحلیل های هم صدا می دهند که این کار با موافقه با قدرت ها و طبق نقشه قبلا تحریزی شده عملی می شود. یعنی طالبان در افغانستان به سر قدرت می آیند، به این هیچ کس نگران نیست و حتی میگویند که این هم تحریزی شده است. البته نگرانی های از این طرف و آن طرف صدا میدهند، اما از سطح کارشناسی بالا نمی رود. همه جیم. یکی از بالاترین سطح این واکنش ها به گنرال بازنشسته و رئیس سابق ستاد فرماندهی عملیات ویژه آمریکا ریم وان تاماس میرسد که عکس های از تحویل سلاح نظامیان افغان به طالبان در منطقه های تسخیر شده توسط این گروه را در حساب توییتری خود به اشتراک گذاشت و نوشت که متاسفانه در نتیجه خروج ما از افغانستان وضعیت چنین شده است. این گنرال خروج نیروهای کشورش از افغانستان را اقدام غیر عادلانه دانسته نوشته است. پس وضعیت 350,000 نیروی افغان که در حال جنگ هستند یا در این راه برای دفاع کشور خودشان جان باختند چی می شود؟ وضعیت میلیون ها زن افغان که بیشتر رنج خواهند برد چی می شود؟ این گونه سوال گذاری کرده است. مقامات رسمی کشورها از جمله تاجیکستان با احتیاط موضع گیری می کنند و تقریبا هیچ نگرانی جدی از جانب آنها صدا نداده است. کارشناسان به این نظرند که قدرت‌های منطقوی و جهانی کیها ارتباط خود را با طالبان راه انداختند و به قول کارشناس نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان پس در اداره طالبان نوبت می پایند، از جمله نمایندگان تاجیکستان. طبق بعضی معلومات ها تاجیکستان سالها پیش ارتباطش با طالبان را راه انداخته است. حتی گفتمان های هم وجود داشتند که این گروه از روسیه سلاح می‌خرد، یعنی گروه طالبان، و آن را توسط تاجیکستان انتقال می‌دهند. مقامات تاجیکستان که قبلا
همیشه مردم را از نزدیک شوی طالبان به سرحدها می ترساندند، خاموشی را اختیار کردند و حرفی از آنها درباره تسلط این گروه به ناحیه های مرزی و نظارت مرزهای دو کشور شنیده نمی شود. تنها واکنشی که از مقامات تاجیکستان سر زد آمادگی قبول 10,000 مهاجر افغان بود که یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و معاون رئیس مجلس ملی تاکید کرد. برخی کارشناسان به این نظرند که جنگ نو افغانستان جنگ اقتصادی است و با هدف ناآرام کردن پاکستان به خاطر پیشگیری از انتقال گاز ایران به چین راه انداخته شده است. چون دلیل آنها از موضع‌گیری های عمران خان نخست وزیر پاکستان درباره جنگ های اخیر افغانستان مثال میزنند. اما گروهی دیگر با در نظر داشت این که ناآرامی ها برعکس از سرحدات پاکستان به شمال به سمت کشورهای پساشوروی آسیای میانه کوچیده است، به این نظرند که هدف ناآرام کردن این منطقه و ایجاد دردسر برای روسیه و چین است. در همین حال نبودن واکنشی هم کشور چین و هم کشور روسیه نشان می‌دهد که این دو قدرت جهانی نگرانی چندانه از نزدیک شوی طالبان به مرزهایشان را ندارند. گروه دیگر بر شکست ناتو از طالبان به این عقیده اند که میگویند پس از سالها جنگ با طالبان این سازمان پرقدرت نظامی به این نتیجه رسیده است که ادامه آن معنی ندارد و تلاش امریکا برای ساختن پایگاه‌ها در همسایگی افغانستان از جمله کشورهای آسیای میانه را تلاش باقی ماندن با مصرف کمتر مینامند. این تحلیل هم وجود دارد که غرب میخواهد آسیای میانه را به ترکیه بسپارد و بنابر عضویت ترکیه در ناتو توسط این کشور به منطقه نظارت داشته باشد. حادثه های قره‌باغ کوهی و مستقر شدن ارتش ترکیه در قفقاز و فعالشوی ترکیه در افغانستان و آسیای میانه را مثال می آورند و میگویند که حضور ترکیه به ذکر ناتو، فقط ترکیه خودش ناتو نیست، احساسات کمتری از قدرت‌های شرقی برمی‌انگیزد. در حالی که کارشناسان سر آینده افغانستان بحث می‌کنند، ارتش این کشور یک پس دیگر ولسوالی ها را به طالبان تسلیم می‌کند. ده‌ها نوار در شبکه‌های اجتماعی نیز از به جانب طالبان گذشتن نظامیان ارتش افغانستان حکایت می‌کند. تنها شمار تسلیم شده هایی که در این نوارها دیده می شود به هزارها نفر می رسد. به هزارها نفر. دولت اشرف غنی برای جنگ با طالبان دوباره حالا به گنرال های تاجیکی تیم احمد شاه مسعود رو آورده است و یک پس دیگر به آنها وظیفه می دهد. عطا محمد نور که با فشار و سختی از ریاست بلخ برکنار شده بود، با خواهش اشرف غنی به آنجا برگشت و در سنگر قرار گرفت. پسر احمد شاه مسعود هم رهبری ارتش را بر دوش گرفته و به میدان جنگ رفته است. درباره اتحاد شمال دیگر گفتمان‌های پیدا شده است. اما شانس تأسیس این اتحاد و پیروزی آن به طالبان حتی شانس نگاه داشتن بلخ را کارشناسان خیلی کمتر از زمان شیر پنشیر احمد شاه مسعود می‌دانند. به نظر آنها زمان احمد شاه مسعود سلحشوران تاجیک برای ناموس و اعتقاد می‌جنگیدند. اما حالا چی؟ حالا همگی به فساد غرق شدند و در قصرهای بزرگ به سر میبرند. گنرالی که به عیش و عشرت و آسودگی عادت کرده است و ثروت جمع آورده است، در گمان است که مثل قبل
انگیزه جنگ داشتگی باشد. گذشته از این، دفعه قبلی بیشتری قدرت‌های جهانی و منطقوی و همسایه‌های افغانستان علیه طالبان بودند و از اتحاد شمال دستگیری می‌کردند. حالا به نظر می‌رسد هیچ کشوری به خصوص همسایه‌ها حوصله روبرو شدن با طالبان را ندارند. حادثه چند روز اخیر اهمیت دادید؟ وقتی که افسران افغانستان، مرزبانان افغانستان به ازبکستان گذشتند، 53 نفر. ازبکستان بلافاصله اینها را به وطنشان برگرداند و به قول کارشناسان ازبکستان به طالبان پیام داد که ما کار با مسائل داخلی شما نداریم. به حکومت افغانستان نیز یک باره با همین رفتارش ازبکستان پیام داد که من بعد طالبان مشکلی تنها شماست، خواهید جنگ کنید، خواهید تسلیم شوید. تاجیکستان چی؟ مقامات تاجیکستان هم که ظاهراً در اول عقلشان به درک نازکی مسئله نرسیده بود، بعد ازبکستان 134 نظامی فراری ارتش افغانستان را به کشورشان برگرداند. پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان با این تصمیمش به پسوایانش در افغانستان پیام داد که به امید او نشوند و عرابه اشان را خودشان کشند. در گمان است که ترکمنستان ایران هم به این حاضر شوند که نظامیان فراری افغانستانی را به خاکشان راه دهند. حالا برای ارتش افغانستان و تاجیکانی که برای حمایت از حکومت ملتگرای اشرف غنی می جنگند، دو انتخاب باقی مانده است: یا برای حمایت کرسی غنی و عبدالله بجنگند، اشرف غنی و عبدالله، یا تسلیم طالبان شوند. تجربه قبل نشان داد که حتی در صورت پیروزی گنرال های تاجیک قدرت حفظ قدرت را ندارند و آن را زود به ثروت عوض می کنند. انگیزه ملی تاجیکان برای مقابله با طالبان به مراتب کمتر از 25 سال پیش است. به نظر می رسد تمام جهان به حکومت افغانستان پوش کرده، روی گردانده است، منتظر به قدرت رسیدن طالبان است و برقراری رابطه رسمی با آنهاست. تنها گروهی که با شدت به تسلط طالبان مقابلت میکنند کاربران شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان هستند. تمام. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. یکی شما را به الله پاک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net